سلام به شما همراهان. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به متونی که برامون فرستادید. سلام. بله، متونی که همشون حول و حوش یه سوال مهم میچرخن. دقیقاً. این که توی این دنیایی که انگار همه چیز با مصرف تعریف میشه، هویت ما واقعاً چیه؟ چقدرش به چیزایی که داریم ربط داره؟ خب هدفمون اینه که نکات کلیدی این منابع رو با هم بررسی کنیم، ببینیم این میل، این آتش خرید چطور روی ما، روی کیستیمون اثر میذاره. آره، و یه نکته همون اول توی این نوشته‌ها بود که به نظرم خیلی جالب اومد. مفهوم اضطراب موقعیت. آها، همون نگرانی دائمی که نکنه از بقیه عقب بیفتیم تو داشتن چیزای مادی. دقیقاً. فکر کنم نقطه شروع خوبیه. بیاین از همینجا شروع کنیم. این اضطراب موقعیت چه پیامدهایی داره؟ بله، خب این مفهوم خیلی خوب آسیب‌های روانی ماجرا رو نشون میده. ببینید یکی از چیزهای مهمی که توی این منابع روش تاکید شده، ارتباط مستقیم بین این که چقدر مادیات برامون اولویته و خب چقدر از زندگی راضی هستیم. یعنی هرچی مادی‌گراتر، رضایت کمتر؟ یه جورایی بله. تحقیقاتی که شما هم دیدید نشون میده آدمایی که موفقیت رو فقط با پول و دارایی میسنجن، بیشتر دچار اضطرابن، حس نارضایتی دارن. چرا اینجوری میشه واقعاً؟ خب چون وقتی ارزش خودت رو میذاری روی چیزایی که میتونی بخری، به جای اینکه کی هستی واقعاً، از اون منبع اصلی معنا، میدونید، از اون رضایت درونی فاصله میگیری. تهش هم میرسه به پوچی. آها، این که میگید ارزش رو از بیرون میگیریم به جای درون، من یاد یه نکته دیگه انداخت تو همین مطالب. این که چطوری این تمرکز روی پول و مقام و چیز وسایل ما رو تنهاترم میکنه. درسته. انگار وقتی هدف میشه به دست آوردن چیزها، خب خود به خود از اون گرما و عمق روابط انسانی دور میشیم، نه؟ دقیقاً. یکی از مقاله ها هم اشاره کرده بود به نقش این عکسای لاکچری تو شبکه‌های اجتماعی. چطور اینا حس رقابت رو زیاد میکنن و نتیجهش میشه انزوا. آدم حس میکنه تنهاست تو این مسابقه. بله، کاملا حس میشه این فشار. و خب این یه هزینه پنهان دیگه هم داره، فراموش کردن چیزایی که واقعاً مهمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی تمام وقت و انرژیت میره پای به دست آوردن و خرج کردن، دیگه چی میمونه برای ارتباط عمیق با خانواده، با دوستات یا حتی دنبال کردن علاقه‌های واقعی خودت؟ آها. جالبه که یکی از همین تحقیقات میگفت این آدما نه تنها از روابطشون کمتر راضی‌ان، بلکه اغلب یه انتظارات غیر واقعی هم از خریداشون دارن. فکر میکنن مثلا اون ماشین جدیده یا اون گوشی قراره یهو همه چی رو درست کنه، اون خلأ عاطفی رو پر کنه. که خب نمیکنه دیگه، یه جور تصور باطله. دقیقاً، یه تصور باطله. و این چرخه خواستن چیزای جدید انگار یه مانع دیگه هم هست، جلوی این نیاز عمیق‌تر ما رو میگیره. توی یادداشتاتون بود که این مشغولیت دائم به دنیای بیرون، به کالاها، نمیذاره به اون نیاز اصلیمون برای رشد درونی، برای تعالی روح توجه کنیم. بله، انگار اون صدای درونیه، میدونید، گم میشه توی این همه هیاهو، توی تبلیغات، توی میل به داشتن بیشتر. و خب اینجاست که دیگه میرسیم به اصل بحران هویت که توی تحلیل هاتون بود. وقتی سوال من کی هستم جاشو میده به من چی دارم، یه تعارض خیلی جدی پیش میاد. تعارض بین چی و چی؟ بین هویت ظاهری و هویت واقعی. ببینید ارزش‌های اصلی مثل صداقت، همدلی، کمک به دیگران، اینا هویت واقعی ما رو میسازن. وقتی خرید کردن میشه ملاک، این ارزش‌ها کمرنگ میشن. و خب این فقط فردی نیست، نه؟ نه اصلاً. تکان دهنده ترین قسمتش که توی منابع هم روش تاکید شده اینه که جامعه چطور گاهی آدما رو بر اساس قدرت خریدشون قضاوت میکنه. یعنی ارزش شما میشه همون مقدار مصرفتون. این دیگه خیلی خطرناکه. پایه‌های جامعه رو سست میکنه. خب با این تصویری که گفتید که خب یکم نگران کننده هم هست، این نوشته ها راهکاری هم پیشنهاد میدن باید چیکار کرد؟ حتماً. ببینید، به نظر میاد اولین و مهمترین قدم همون آگاهیه که اصلا بفهمیم این سبک زندگی مصرفی داره چه تأثیری روی هویتمون، روانمون، ارزش‌هامون میذاره. یعنی اول درک کنیم مشکل کجاست. دقیقاً. آگاهی قدم اوله. بعدش میشه رفت به سمت چیزی که یکی از مقالات اسمشو گذاشته بود مصرف آگاهانه.
مصرف آگاهانه یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه پولی خرج کنیم یه لحظه از خودمون بپرسیم من واقعا به این نیاز دارم؟ این خرید قراره چه ارزشی به زندگی من اضافه کنه؟ یا نه فقط یه هوس زودگذره برای پر کردن یه جای خالی دیگه؟ همین سوال ساده میتونه خیلی کمک کنه. آها، یه جور مکس کردن قبل از خرید. بله، و در کنار این یه کار دیگه هم میشه کرد. چی؟ بازکشف و سرمایه‌گذاری روی ارزش‌های غیرمادی. چقدر قشنگ توی همین نوشته‌ها اومده بود که چطور میتونیم با وقت گذاشتن برای روابط معنادار، لذت بردن از هنر، از طبیعت، کمک کردن به بقیه یا حتی پرداختن به جنبه‌های معنوی اون هویت اصلیمون رو دوباره پیدا کنیم. اون حس ارزشمندی واقعی رو تجربه کنیم، فارغ از اینکه چی داریم یا نداریم. دقیقاً. اون حس ارزشمندی که از درون میاد، نه از بیرون. بسیار خوب. سعی کردیم توی این گفتگو یه نگاه عمیق‌تر داشته باشیم به نکات کلیدی منابع شما درباره این رابطه پیچیده مصرفگرایی و بحران هویت. امیدوارم مفید بوده باشه. از شما که در این کاوش همراه ما بودید خیلی ممنونیم و شاید سوالی که در پایان بد نباشه با خودمون داشته باشیم اینه: رهایی و رضایت واقعی توی داشتن بیشتره یا توی بودن اونی که هستیم مستقل از دارایی هامون؟ کدوم یکی به هویت واقعی شما نزدیکتره؟